میگفت بابای منو خیلی زده. یکی از این نیزه‌دارا میگه دیدم از طرف اسیرا و اسرا، گفتم بذار ببینم چیکار میکنم. میگه دیدم یه دختر کوچولو با سر زانو خودشو بود نزدیکای نیزه بابای. میگفت بابا یه دفعه دیدم نیزه خم شد، بچه سر رو گرفت تو دستاش. بابای منو خیلی زده، خیلی بد میزد منو تنها که میدید، خیلی بد میزد بی حیا بد دهنه حرف بد میزد منو از رو مرکبش با لگد میزد. خیلی ترسیدم شبا روی خاکای خراب خوابیدم. صبح افازار برده ها رو میدیدم توی مجلس شراب. خیلی